مغز ما چطور تصمیم میگیره؟ مغز ما برای تصمیم گیری روزانه چه فرایندی رو طی میکنه؟ تا حالا فکر کردی چرا گاهی نمیتونی تصمیم بگیری؟ یا چرا بعضی تصمیم ها سریع و بعضی رو خیلی سخت میگیری؟ مغز برای گرفتن یک تصمیم از نواحی مختلفی استفاده میکنه. در این ویدیو به این میپردازیم که چطور این بخش ها با هم کار میکنن و چطور میتونیم تصمیم های بهتری بگیریم. بخش‌های درگیر در تصمیم گیری و نحوه عملکردشان. 1. آمیگدالا. بخش احساسی مغزه و سریع واکنش میده. مثلا اگر موقع تصمیم گیری دچار استرس یا ترس بشی، این بخش فعاله. تصمیمات از روی هیجان، عجله یا ترس معمولا از آمیگدالا میان. 2. قشر پیشانی پرفرونتال کورتکس. این بخش بالغ فکر میکنه. مسئول منطق، تحلیل آینده، پیامدها و کنترل هیجانه. هر چقدر بیشتر زمان بدی، بهتر میتونه شرایط رو بررسی کنه. سیستم پاداش یا دوپامینرژیک سیستم. تصمیم ها رو با حس خوب یا بد همراه میکنه. یعنی اگر قبلا تصمیمی حس خوبی داده، احتمالاً دوباره اون رو تکرار میکنی. چطور این بخش ها با هم کار میکنن؟ وقتی باید تصمیم بگیری، آمیگدالا بلافاصله هیجانات رو فعال میکنه. اگر زمان بدی و تمرکز کنی، قشر پیشانی وارد عمل میشه. همزمان مغز دنبال پیشبینی پاداشه. آیا این تصمیم برام لذت داره؟ بیاید با هم یک مثال واقعی رو بررسی کنیم. تصمیم به ورزش کردن یا اسکرول کردن شبکه‌های اجتماعی. آمیگدالا میگه اسکرول کردن شبکه‌های اجتماعی لذت بخشه، اما قشر پیشانی میگه ولی ورزش برای آینده و سلامت جسمانی تو خوبه. اگر بتونی بین لذت آنی و منفعت بلند مدت تعادل برقرار کنی، قطعاً تصمیمات درست تری میگیری. چطور تصمیمات بهتری بگیریم؟ به خودت زمان بده. عجله نکن. فقط 5 دقیقه تأخیر میتونه به مغز اجازه بده از هیجان فاصله بگیره. بنویس یا با صدای بلند فکر کن. فعال سازی قشر پیشانی. سوال بپرس: آیا این تصمیم منو به هدفم نزدیک میکنه یا فقط برای فرار از احساس ناخوشاینده؟ مغز رو تمرین بده. با تصمیم‌های کوچیک شروع کن. الان آب بخورم یا قهوه؟ انتخاب آگاهانه، نه خودکار. مغز ما ابزار قدرتمندیه. وقتی بشناسیمش، بهتر زندگی میکنیم.